وزارت درویه امریکا دا زانین که نوینر امریکای تایبت بو کاروبارن سوریه جیمز جفری جبو گنگ شکرنا چاوانیا پشتوانیا ترکیه لی سوریه ایرو روژا سیشمی ده سردان ناوندانا توی لی بروکسلی بکه. وزارت روژا دوشمی ایواری دخمیانه کدوی درباری ده درخست و گوت که جفری ده سردان بارگه هماهنگی باکور اطلس ناتو بکه. دا که زنجیره کفدیدنان لیگل هفپیمانان ایرو روژا سیشمی ده آدار درباری کریزا ادلبه در انجام نوین گریدای ناتو و چوانیا پشتوانیا ترکیه درباری مطرسین وین اولهیه انجام بده. لگوری همان داخویانی جفری به برپرسین پله بلند ینیگتیا اوروپای را جبو گفتگو کرن و دخواز آلی کاریه که تایبت برو شامروواهی زحمت لی سوریه جی دی بجوه. به تایبت لی ادلبه و بدست و آنینا جیبه جیکرنا بریاران دولتی 2254 یا انجمان اولکاریا نتوین یا گرتی درباری کریزا سوریه. جسباتا بوریوه و پشتی اپراسیونا رژیما سوریه لی دجی چکداران لی دورا ادلبه لی سوریه ناکوکین تون درست بونه و لی گوری نتوین یا گرتی رو شامروواهی لی دوره پر آلوز بویه و شروع پفچون دنابرا آرتشن رژیما سوریه و ترکیه دجی درکتن و بدهان لشکرین ترکیه هاتن کشتن. دبرانبرده و کوبرسف ترکیه دیه که آداره ده اپراسیونکا لشکری لدجی رژیم راگهانده و ناکوکی زیده تربون. دا کود بینج آداره ده رکفتنکا روسی ترکی ده آگر بس لادلبه هات راگهاندن.